بهترین انسان بود اصلانشاه. ما یک جا خواندیم در مسکو، فقط اصلانشاه در گیکی میخواندیم، ما در گیتیس، اما رابطه داشتیم با هم و بعدی به تاجیکستان برگشتن هم بسیار با هم دیگر کباب میخوردیم. بسیار جوانمردی دلکشا، خوش سخن، مهربان بود. من در پیش نظر من اصلانشاه همیشه خندان است. همیشه یک چیز است که من یک تخمین 2 هفته پیش از این با اصلانشاه خورده بودم در کوچه، تصادف ماشین ما را دید و از بین راه برگشتم، همراهی ابوعلی بودم و خیلی صحبت کردیم و بسیار سخنهای دلرس گفت برای من شخصا و خیلی صحبت کردیم و ما رو به همین خانهش دعوت کرد که بیارم خانه من گفتم ثبت دارم در تلویزیون پایتخت، اگر اجازتی در اون وقت دیگر من روم. همین خیل به هزل و شوخی و به خوشی و خرسندی با من خیر خوش کرد. همون دیدگی من از اصلانشاه هم در تئاتر و هم در کینوی تاجیک از خود نقش مؤثر گذاشته است و خب جای تکرار نیست. تمام مردم تاجیکستان اصلانشاه رو همچون شاه میشناسند و بگذار که در خاطر مردم همین گونه یک شاه بسیار خوش‌ذوق، شاه عادل، شاه غمخوار در یاد مردم بماند. انسانی که هنرمندی که با یک نقشش در تمام دلها نشسته، سالهای دراز شهرت دیرینه خیلی باری شهرت برده میکنه. یک نقشی که از گناه از دلش هم انسان گذر شاه در دل همه انسان ها دوستش محبوبیت پیدا کرد. هست هنرمندانی که 10 نقش بازی میکنن، یا آن بازی میکنن، لیکن با اون محبوبیتی که اصلانشاه داره در دل جا نمیگیرد. دیگر اینکه نه تنها هنرمندی بزرگ است، نه تنها نقش‌آفرینی، آدمگری بلند شیخ آمده بود. پیش از اون سلام دادن نمیشه. وقتی که اصلانشاه رو بالا میاد کن قرار میگیره. ای خنده‌اش غمگین میشی، شاد دیده می‌داشتی. اگر سردرد میشی، به درد میشی و هوس میکردی که همین ذره از خصلت همین انسان آمده بگذره. دیگر که بسیار هنرمند سر پای یگان چیز زندگی کوشش نکرد، فقط پای اعدام کرد. نان حلال نخورد، نان حلال نخورد، جان کنده فرزنداش را تربیت کرد. به همین رفت پسرش هم یک هنرمند نامی شده ایستاده است. برای همین یک زندگی بی عبرت بخش چه نصیب شده که دیگران نصیب نشود. من مثلا سالهای دراز میدونم وقتی اگر نقش بازی میکرد حتی حق قلمش اصلاح نمیکرد، وقتی تو خود نمیکافتش نمیافتش پروا نداشت. این میگرده پس دنیا میگفته همه سازه. خلاصت قلم در یک لحظه در بها دادن زبان و قلم در بها دادن این مردی بزرگی سنه عجیب میماند. من همین خبر از رسانه دیدم، باور نکردم. من روزی مولود شد، دیگه میکنم واقعا روزی مولود شد. یک معرکه است که من موتمه که توی رو باید میارد اصلانشاه. آفرین شد و این زندگی عبرت بخش و این هنرمندی برای زندگی عمر مردن جان کندن و نام نیک بردن این کاریانده نیست. و صحبت آخرینش در رسانه‌های اجتماعی گواهی میدهد که باری دیگر که چگونه دل دارد، چی میخواهد و همه چی حیات همچون سربازی با وفای فرهنگ آماده بود. او 80 منزل و خط بود. من با یک شعری خطی
از صبح همیشه جانب شام روید زاغاز همیشه سوی انجام روید سوی با نام اگر روید هیچ است عجب ترسیم از آن عجب که بنام زنده باشد چی بگیم گفتنم بیارم تلفاتی باقی مشیرم گفتنم میتونم مانای غم پرورد حیفا که در این بادیه عمر نورد هر روز فراق دوست باید دید هر لحظه ودای همه می باید کرد صد دره واقعا با اثرشای فدایی با اثرشای نیک بین و نیک سریشت و نیک حساب ما از ایام اولی قدم هایمان به راه هنر همکاری ها داشتیم و من هم یک مرد بسیار مهربان و خاکسار و یک انسان بسیار شریف شناختم از شاید و ببینید که در یک محیط در یک خاندانی که در مقام و منصب بلند ادای وظیفه میکردن در خاندان مادر این ملت نزارما ظریف و تربیه وقت به کمال رسیده بود زندگی میکرد در این محیط ولی هیچ کبر و مثلا غرور این کبر و این خیلی بعضی رفتارهایی که با بعضی همین طایفه ها مناسب دیده می شود نداشت اینقدر خاکسار بود اینقدر زمینی بود و از خود مادر یک سبق عدالت جویی و عدالت خواهی و حق جویی و همین که نیک بینی را از همین محیط از همین مادر آموخته بود و برای همین هم جالا بدی میگوید که شاد بودن هنر است شاد کردن هنری بالاتر شاد بودن هنر است گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر یکی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرمان نغمه که مردم بسپارند به یاد حسن شاه عزیز با نقش‌های آفریده‌اش چه در تئاتر چه در سینما با فعالیت‌های بسیار پربار ایجادی‌اش هم در صحنه تئاتر لاهوتی هم در صحنه تئاتر نمونوی مینیاتور آینه واقعاً در دل مردم جا گرفت ما هیچ زمانه هیچ دنیا هم هیچ هیچ زیبایی هیچ و هیچ نپیچ دانی که زیادمی چی میماند بس مهر است و محبت است و باقی ما امروز با همین چی دیگه اینویای ما میمون از کنو مهر و محبت همین انسان کشیده آورد رحمتی به حد انسان خوب رفیقی است شما خدا جایش هم جنت کنه در پیشو هر کل میشوند هم کسبان ما هستند آنهایی که و تدریج و ایستا در دل مردم جا میگیرند جا مییابند هستند هنر پیشگانی که با یک نقش و دو نقششان را در دل مردم راه مییابند هنر پیشگانی هستند که در مجموع سالهای طولانی زحمت میکشند نقش میآفرند یا تهیه گردانی میکنند یا با دیگر کارهای ایجاد مشغولند اما با دل مردم همین خیلی هم میشود که جا نمییابند راه نمییابند ولی حسن شاه از قدم‌های نخستینش بعد همون ختم دانشگاه سینمای شهر مسکو همراه همسبقانش میان همسبقان با هنر خویش واقعا فرق میکرد و امروز خیلی تلخ است که نوکک روی صحنه دیدیمش و امروز در بالای کت رختی خوبی ابدی خوب خیلی نصیب از تقدیر است البته ولی افسوس جای جنت صد افسوس که امروز یکی از دوستان بهترینی ما از خانشاه رحمت‌الله رو به خانه آخرتش گسیل میکنیم ما دوست دوره جوانی و دوره مکتب عالی مسکو خواندن میباشیم در کلوب هم همسایه بودیم و خدا جوش جنت
خانه عقیدش را آباد کند و همه خویشتبارا و همه دوست و برادرها صبر جمیل همدردی احسال میکنند. خداوند باقی مانده مردم ما را همیشه سرجم کند در سایه دولت مسلمان همه یک جای خدمت و آبادی کشور رو به راه مانند. Isso botové. و بعد در اورانگاه لوچو ما الوداع میگیم و یک دنیا دو تجربه برای همتون برای خدماتون بخش خدماتون دعا کنید در استاد ما خیر خدا برگردن مهربانی برای خدمت استاد کرد اکرام شما هزار رحمت الله اکبر یا مولا بادور قاسم جان چیکار داری؟ Alpos meduza mı? Alposlar. اصلا شو یک نفری بودند که بسیار بی‌غرض بودند، بسیار دل پاک داشتند. هر آن چیزی را که یکون چیزی را فکر نکرده هوایی گپ نمی‌زدند. چندین سال ما با هم خیمه همکاری کردیم، اونس گرفتیم. از همون چایخانه مشفقه که من کردم و نقش شاه بازی میکرد، اصلا گناهت گذاشتم او را گفته فلمس خواهد همین چیز را گفتیم که اینا هنرمندایی هستند که شاید داخل این تکرار نشود، همچون به مانند عبیدالله رجب به مانند علاوالدین. حاضر من میبینم، من تماشا میکنم تلویزیون و حجو گفته برآمد میکنن، این حجو نیست. درباره اسلمشاه فقط من یک چیز رو گفتم میتونم که وای حقانی هنرمند خلقی بود، خلق رو دوست میداشت. از روی حرمت و احترام، گرچند من با وای یگان بار با خودلگی نیستم، لیکن حرمت احترام هم نسبت
این داملا به حد کلام بود. حرمت احترام بالا کلام بودنش از اون سبب بود که من این اولاد واری پنجم واری میشناسم. قطعی رحمتی پدرش ما رفیق بودیم. بسیار مرده که شوخ دانشمند بودن. پروردگار جای جنت باشد و خانه آخرتش آمد. در مکتب رقم 7 کلاه از ما یک صنف پایان میخواند. اپشان قمری هم صنف ما بود. اصلا شا طبیعتا بچه شوخ یا از تیرسانشان دل همه را خرسان میکردن. خاطرات من البته در باره اصلا شاه این همه نیکی ها هستن. ما در هر جایی که ما میخوردیم همچی برادر و دیگر مراجعت میکردیم. خانه آخرتشان آباد باد. اما بدانید آگاه باشید که در این توبه و سوی برادر بسته شد. در این توبه فرصتی برای دائم نشد بسته نشده است. توبه فقط به زبان نیست، فریاد نکن، پشتیبانی خداخواهی است. بر زبان و بدرفتار نباش و همه خوبه برای زندگی میرسید. بر زبان و بدرفتار نباش و تمام خوبه برای زندگی میرسید. این زبان میگه ای زبان هم گنجی بکنی و تویی، ای زبان هم دردی بدن. این سخنهای ما رو کردم گرده بگیرد اومد. این همه گرده بهتر چیست؟ خرج آن مضمون که از دست دیر است. اینهای باطمه در کسی از خدا آن مضمون کنه در هیچ وقت نداره. موافق مایل سرورن ساخت سالی بردن و ایران بگردن در این زمان خواستگاه باشید. از ما بخورم مردم همه شما قابله مردم اصلا شاه بسیاری مینداری باشید و شما آمدید بسیار تسلیت کردید. شما قدم کردن و قدم برادر مقام شریک هستید. قرآن عظیم میکنم شما را این نگاه میدارد مرحوم و غنی کردن شما جنتون از جنت نیاز هستید. موفق و باید باشید. تشکر مطلوب از این صحبت خودم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای موفق مردین از رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ای الناس احب الى الله محبوب ترین انسان در نزد خدا است و ای الاعمال احب الى الله و محبوب ترین عمل در نزد خداوند کدام است. خدا کی را از رسول دوست می‌دارد؟ کدام عمل محبوب خداوند است؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم جواب می‌دهد احب الناس الى الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم در نزد خدا شخص کسی که منفعتش فایده اش با مردم میرسد و محبوب ترین عمل در نزد خداوند کدام است؟ احب الاعمال الى الله سرور تدخل على قلب مسلم. محبوب ترین عمل در نزد خدا همان عملی است که دل یک انسان را شاد و خرم می‌کند. اصل اسلام هم چون استاد بیان کردن است. شاد کردن دل یک مسلمان، خرسند کردن دل یک بیچاره، یک مرحل. این بهترین عملی است که خداوند از انسان قبول می‌کند. برای همین در این حیات روزه کوشش کنیم که دست کسی را بگیریم، ضرر و زیان هم به کسی نرسد. پیامبر خدا صلی الله علیه و در حدیث مبارک می‌فرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل همون مسلمانی است که از دست و زبان او کسی آزار و اذیت نمی‌کند. اصل اسلام همین است. محبت، دوست داشتن. در یک حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اگر شما ایمان نداشته باشید داخل جنت نمیشید. در حقیقت اون عامل ایمان شما را به جنت میبرد ایمان به خداست، باوری، عشق و محبت بر خدا. و اگر شما یکدیگر را دوست ندارید، محبت نداشته باشید،
محبت داشتن سبب کامل شدن ایمان من شماست. یک دیگر مدرس رو کمک دست دیگر بگیرید. این از اصل هدف بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اخلاق حمیده داشته باشید. برادران عزیز، بالای هر یک شخص کمک است که حق الله خواندن نماز، روزه و سایر عبادات اگر استاد عزیز کمبودی کرده باشد، البته کمبودی کی هستند؟ همه یک کمبودی داریم. چون در یاد رحمت تواتر کند، گناه صاحب خویش نمی‌کند. دعا میکنیم که خدای پروردگار به نظر رحمت و مغفرت و استاد عزیز نظر و خدای خدا حرف دیگه هستی بندگی در زندگی در گفتن میشود اگر از کسی قرضدار باشد، از کسی قرضدار باشد، با دو شدید بیاید فرزند مشتش نوش توش نور استادگی با دو شدید دیگه ما ادا میکنیم اگر کسی کسی قرار بسیار باشد دعا کنیم پروردگار خداوند استاد عزیز رحمت و مغفرت و جاش جنت الفردوس روحش را شاد قبرش را نورانی و شما که از راههای دور و نزدیک آمدین خداوند زندگی خوش و زیبا، تندرستی و سلامتی، رزق روزی فراوان، خانه آبادی را از خداوند و تمنا دارم و برای کشور عزیزمان خدای عزیز و مهربان تیزی و امنیت همیشگی و دعا کنیم که پروردگار را خداوند را پیشوای معزه ملت ما را با اون نفرانی که در پهلو ایستاده برای وطن و ملت خدمت کردند و خدمت کرده ایستاده‌اند خداوند را سعادت سربلندی هر دو جهان نصیب و رزق بگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الرحمن الرحيم ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شو بده میمونه هزار احمد احمد دیگه 400 مرحمت برای ما کسب کنیم.
Okay.